سه‌شنبه 27 آبان سال 1399 بندرعباس دیگه گرمای تابستون رو نداشت و مردم سعی می‌کردن برنامه‌هاشون رو با آب و هوا تنظیم کنن و به جای روز اکثر برنامه‌ریزی و کاراشون برای شبا بود. تو یکی از ساختمان‌های 2 طبقه شهر دختر بچه 8 ساله‌ای که اسمش رو می‌ذاریم رها زندگی می‌کرد. اون شبم مثل بقیه شبا ساعت 11:30 شب سراغ مادرش رفت و گفت می‌خواد برای بازی بره پشت بوم. اول مامانش مخالفت میکنه، اما رها انقدر که اصرار میکنه مامان راضی میشه که بچه بره یه کوچولو بازی کنه. تو اون ساختمون خانواده دیگه هم زندگی میکردن که یه دختر 12 ساله که اسمشو میذاریم سارا رو داشتن. رها و سارا تنها بچه‌های ساختمون بودن و عادت کرده بودن تو خنکی شب برن رو بام و یکم با هم بازی کنن. و از اونجا که پشت بام حفاظ 1 متری داشت، خانواده خیالشون راحت بود که بچه‌ها میتونن با اطمینان اونجا بازی کنن. بعد از اینکه رها از خونه میره بیرون تا بازی کنه، مادرش هم چون آرایشگر بود میره خونه یکی از همسایه‌شون برای انجام یه سری کارا. ساعت حدوداً 1:30 شب شد که مادر برگشت خونه، ولی وقتی دید دخترش هنوز نیومده رفت پشت بوم تا بهش سر بزنه. مادر به رها گفت دیگه بسته بازی و برگردیم خونه، اما از اونجا که رها دوستش بیشتر بازی کنه به مادرش اصرار میکنه و مادرم راضی میشه که یه کمی بیشتر رو پشت بوم بمونن. مادر برمیگرده خونه و در خونه رو جوری قرار میده که رها برگشت پشت در گیر نکنه و پدر خانواده هم چون فردا صبح بعد میرفت سر کار زودتر خوابیده بود. مادر جلوی تلویزیون خوابش میبره و این خواب انقدر عمیق میشه که متوجه نمیشه دخترش برگشته خونه یا نه. صبح روز بعد که پدر بیدار شد تا راهی محل کارش بشه، متوجه شد از دخترش هیچ خبری نیست. اون میدونست که رها دیشب تا دیر وقت با سارا رو پشت بوم بازی میکرده، پس خیلی سریع خودش رو به پشت بوم میرسونه. رها رو میبینه که با یه طناب به میله وسط پشت بوم بسته شده و بیحال افتاده و از دهن و بینیش خون میاد. دستش آویزون بود و آثار کبودی روی گردنش دیده میشد. پدر رها رو بغل میکنه و میاره داخل خونه. پدر و مادر یک سر صورتش رو میبوسیدن و صداش میکردن تا شاید رها واکنشی نشون بده. بلافاصله به اورژانس زنگ میزنن و وقتی اورژانس رسید متوجه شدن بچه چند ساعته که جونش رو از دست داده. با اعلام مرگ رها پلیس در جریان قرار گرفت و خیلی سریع برای بررسی صحنه اعزام شدن. آثار کبودی رو گردن رها کاملا مشخص بود و حتی طنابی که باهاش بسته شده بود هنوز سر جاش بود. خیلی سریع پیکر رها رو به پزشک قانونی منتقل کردن و تحقیقات رو شروع کردن. مامورا که میفهمن رها دیشب با دوستش سارا تو پشت بوم بازی می‌کرده، پس خیلی سریع میرن سراغ اون. سارای 12 ساله اول حضورش تو پشت بوم رو انکار میکنه، اما تحقیقات همچنان ادامه پیدا کرد و در نهایت به یه روایت دیگه از سارا رسیدن. به گفته سارا اون به دلیل مشکلات خانوادگی ذهن آشفته‌ای داشت و از طرفی مامورا میفهمن یکی دیگه از دوستای سارا که همسن و سال خودش بود با مرگ خودخواسته از دنیا رفته. از اونجایی که این اتفاق ذهن سارا رو خیلی درگیر کرده بود، برای رها موضوع رو تعریف میکنه. اونا هم با هم قرار میذارن که مثل دوست سارا کنن. سارا گفت اول با طناب گردن خودش رو به میله بسته، اما چون نتونسته تحمل کنه خیلی سریع اون از دور گردن خودش باز میکنه، اما رها نتونسته بود خودش رو نجات بده. سارا بعد از این اتفاق ترسیده برگشته خونه و بدون اینکه به کسی چیزی بگه گرفته خوابیده. اما پلیس قانع نشد، انگار این وسط یه چیزی درست نبود. بازجویی‌ها ادامه پیدا کرد و سارا یه داستان دیگه واسه پلیس تعریف میکنه. اون اعتراف کرد مرگ دوستش باعث کنجکاویش شده بود و میخواست بدونه یک انسان دقیقاً چطور میمیره. طبق اعترافات جدید سارا اون اول طنابو دور گردن خودش میبنده، اما چون نمیتونه تحمل کنه سری بازش میکنه. حالا نوبت رها رسید و طنابو دور گردن خودش انداخت، اما سارا اون طنابو 2 دور دیگه دور گردن رها میبنده و با شدت طنابو میکشه. رها بعد از مدت کوتاهی بیحال میشه و سارا میترسه. هر چقدر تلاش میکنه طنابو باز کنه نمیتونه و وقتی دید از دهن و دماغ رها خون میاد ترسید و فرار کرد، رفت خونه و خوابید. با این اعتراف پرونده دیگه یک مرگ مشکوک نبود و سارای 12 ساله به قتل محکوم شد و اون برای طی شدن مراحل قانونی به کانون اصلاح و تربیت بندرعباس منتقل شد. طبق قانون مجازات اسلامی ایران، قاتلایی که زیر سن قانونی باشن از مجازات اعدام معافن، جز اینکه تو شرایط خاصی حکم صادر بشه. یکی اینکه متهم 2 بار متهم به قتل شده باشه، دوم اینکه متهم برای انتقام جویی اقدام به قتل کرده باشه، سوم اینکه متهم در حین قتل به رشد عقلی رسیده باشه که اینم باید توسط پزشک قانونی تایید بشه. پس با توجه به این قوانین سارا از مجازات اعدام معافه و فقط چند سالی باید توی کانون اصلاح و تربیت بمونه.